خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما رو عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنند که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسما همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم. بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. و سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی، بینندگان شبکه وصال حق. در دنباله زندگی شاه اسماعیل صفوی، زندگی شوم این شاه جنایتکار و خونریز، به اونجا رسیدیم که این بغداد رو خراب کرد و کاری که تاثیرگذار بود، همه شهرها رو همینطور از بین برد، آدما رو کشت. برای زنده ها کشتن این مردها، این زنده های دیگه اینقدر مهم نبود، این جنایت های عظیم. اما وقتی که به قبر بزرگان مورد احترام مذاهب حمله کرد، دیگه اونجا کشورها در فکر حمله بهش افتادن. اولین بار به طور جدی علما در فکر این افتادن که جلوی این رو بگیرن. به شما گفتم که در پادشاهی در کشور عثمانی تحرکات رو شروع کردن. حالا هست 1914 و 920 تحرکات اونا به نتیجه میرسه. سلطان سلیم به جنگش میاد. حالا 6 سال فاصله است. در این 6 سال ایشون جنایت زیادی میکنه. اما از اون طرف در طرف مشرق ایران هم شاه ازبک شیبک خان که شهبیک خان است، اصلا محمد خان اسمش بود ولیکن مشهور بود شهبیک، درست مثل شاه اسماعیل اونم در سال 907 کارش شروع کرد و ظهیرالدین بابر رو شکست داد، پسرعموش رو، فرغانه رو گرفت و نمیدونم بس سمرقند و بخارا رو گرفت و جاهای دیگر هم گرفت. در این فاصله که ایشون داره میگیره، از این ور شاه اسماعیل داره کار میکنه و شهرها رو میگیره، در همین اونم داره شهرهای مختلف رو گرفت، خوارزم گرفت و جاهای دیگر رو گرفت، خیلی جاها رو گرفت، بلخ هم گرفت. یک پادشاهی بزرگ درست کرد مثل شاه اسماعیل، اونم در حال پیشرفت بود. در همین اثنا مهاجرین از ایران می اومدن، از سرزمین فعلی ایران، چون بر اونا فرق نمیکرد که حالا در شیراز اگه نمیتونه زندگی کنه میرفت در هرات زندگی میکرد، در هرات نمیتونه میرفت در چیز. میرزا حسین بایقرا پادشاه تیموری، حسین میرزا پادشاه تیموری در هرات و مشهد حکومت میکرد، اما پادشاهی ضعیف شده بود، خودش در همین روزا مرد. یک جنگ کوچیک هم شاه اسماعیل باش کرد اما حمله بهش نکرد، یک شهرش رو طباس خراب کرد که یه دفعه بهتون گفتم. پسراش به جون هم افتاده بودن و مهاجرینی که میرفتن دیدن که خراسان هم جای زندگی نیست، از خراسان جلو میرفتن به سمرقند و بخارا و اون شهرها و داستان وحشتناک جنایات شاه اسماعیل رو با خودشون میبردن و اکثر کسایی که فرار میکردن کسایی بودن که بزرگان بودن، هنرمندان بودن، دانشمندان بودن، نویسنده ها بودن، علما بودن. اونا دیگه به دربار پادشاه راه میافتن و داستان‌های وحشتناک جنایت مثل امروز نبود که اینترنت و تلویزیون باشه. خبرها به دربار پادشاه ازبک میرسید، توهین به خلفا، توهین به امهات المؤمنین، توهین به حضرت عایشه بهش میرسید و غضب اون روز به روز زیادتر میشد. اونم یک پادشاه سلحشوری بود و مثل بایزید پادشاه عثمانی سلجو نبود، جنگجو بود. این در فکر این افتاد که پادشاهی خود رو بیاره. بچهای تیمور حالا به جون هم افتادن، همین بچهای سلطان حسین که در خراسان مشهد حکومت میکرد. مشهد حالا مرز است، کشور وسط است بین ازبک ها و ایران دست اسماعیل صفوی، یعنی همسایه است با
سلطان حسین بایقرا همسایه است با شاه اسماعیل صفوی و شاه اسماعیل صفوی تبریک هم فرستاد، اما در عوض تبریکی بهش حمله کرد. یک پادشاهی کوچیک هم در مازندران بود، در گرگان هم یک پادشاهی بود، کوچیک بودن اینا، تابعی البته همین سلطان حسین میرزا بودن. شعبک خان حمله کرد، مرو گرفت، هرات گرفت، مشهد گرفت. از بچه‌های همین سلطان حسین، چون این مرده بود، سال 910 مرده بود، در همین 4 سال این تونست همه اینجا رو بگیره. و اونم دیگه گفتم اونا هیچ کدوم با قبر و دوستی و احترام به قبور دشمنی نداشتن، بلکه این قبر امام رضا رو اونا آباد کرده بودن، همین سنی آباد کرده بودن. اصلا شیعه اصلا کجا بودن؟ این آقا اومد کنار قبر امام رضا تاجگذاری کرد که به اصطلاح برکت باشه قبرش، به اصطلاح تاجگذاریش یک تاجگذاری پربرکت باشه. و تصمیم گرفت که به سرزمین تحت حکمرانی شاه اسماعیل حمله کنه. چرا گفتم شاه اسماعیل به بزرگان مذهبش توهین کرده بود. این توهین ببینید، و آخرین چیزی که از انسان یادش میره توهینه. این یادتون باشه، یک تحقیق شده آخرین چیزی که از یاد آدم میره توهینه. خود من به یاد دارم، یک داستان خنده‌دار است. 10 ساله 11 یا 12 ساله بودم، هیچ وقت یادم نمیره. همین یعنی توهین که آدم یادش نمیره اینجوریه. 12 سالی یا همین حدودا بودم دیگه، هنوزم یادم نمیاد. از مدرسه میومدم خونه تا خیابون گوته مدرسه ما بود، تهران شهباز. از کنار ورزشگاهی هم که یک ورزشگاه داشت و حالا نمیدونم هست یا نه، طرف دروازه دولاب میومدیم که 2 تا کارگر نشسته بودن، زور بود، استراحت میکردن کنار دیوار سایه. ما که رد شدیم، من که رد شدم یه نفر بودم. یکی از اون کارگرها پرسید که آقا پسر ساعت چنده؟ من گفتم من ساعت ندارم. کوچیک بودم، 12 سال، ساعت نداشتم. هنوز من رد نشده، 2-3 متر جلو شدم که اون دیگه بهش گفت که آخه اینم آدم بود، ازش پرسیدی. ببین توهین بعد 45 سال 40 سال یادمه. توهین انسان یادش نمیره. حالا یادم میاد میگم که ای کاش من اونقدر عقلم میرسید بهش میگفتم تو که بزرگ هستی، تو ساعت نداری دیگه، حالا پس تو هیچ آدم نیستی. من که کوچیکم، وقتا ساعتم دیگه یک چیزی بود. منظور من اینه که توهین از یاد انسان نمیره. این شاه اسماعیل توهین میکرده، یکی قبر خراب کرد، یکی مسترا کرد، یکی پول میداد که بیایید. طبعا این قابل تحمل نبود. بلکه حتی شاعرایش هم، یک شاعر قومی خبیث حتی این شعرم گفته، من به جای هم کلمه بد کلمه چیز رو میذارم، چون نمیشه در تلویزیون گفت شما بفهمید شیعه بر گور فلان چیزید و سنی سجده کرد. این شعرم میساختن، این شعر پخش کرده بودم. شیعه بر گور فلان چیزید و سنی سجده کرد، شد چیزدن بخوام جمله‌اش درست کنم، گاه شیعه سجدگاه سنیان. این شعر پخش کرده بودن، چیزدنگاه نمیدونم شیعه سجدگاه سنیان. طبعا این خبرها که بالاخره مردم عادی بودن، پادشاه اینو توهین به خودشون فکر میکردن. یعنی اینا میگن که این دارم اینو به ملی گرایا میگم که میگه آقا به ما حمله کردن، ازبک‌ها به ما حمله کردن، صفوی‌ها دفاع کردن. آقا این کارا رو کردن. وقتی شما به یکی توهین میکنی، اونم توهین تا این درجه، باز شعرم میسازی، منتظر هستی که بابا برای تو گل بفرسته؟ لذا اون وقتی که مشهد گرفت تصمیم گرفت که به ایران حمله کنه و به طرف یزد و اصفهان و شیراز بیاد. منتها از بدشانسیش در خوارزم مغولا به حکومت این حمله کرد. در خوارزم این برگشت که اونجا رو ساکت کنه. شاه اسماعیل با خبر شد دیگه، شاه اسماعیل جاسوسا داشت هر جا. جالبه که بدونید هزارهایی که حالا تو افغانستان هستن هنوزم شیعه هستن، اینا اون وقتم بودن، اونام شیعه بودن اون وقتم، عده‌شون البته. و اینا هزارات، جالبه اگه شما تاریخشون بخونید اصلش یک عرب هستن. عرب ها اصلا، ما مشکل شیعه از عربا به ما اومد. مشکل شیعه همین آقای صفی‌الدین اردبیلی هم با در تماس با عرب ها، ترکای زیر تاثیر عرب های جبل عامل بودن، به اصطلاح همین عقیده علوی رو گرفته بودن، بعد این گرفت و با شاه اسماعیل گرفت. این هزاران مخلوطی بودن از ترک‌ها و عرب‌ها. عرب‌ها چون که به اصطلاح عقاید گروه‌های منحرفش به ایران فرار کرده بودن، اهل سنت ایرانی‌ها بودن که خدمت به دین می‌کردن. حالا برعکس شده. اون روز من در فسال همین عربی یک نفر سخنرانی می‌کرد، یکی فارسی صحبت می‌کرد، یکی داد که اما مسئول تلویزیون، گوینده تلویزیون، یک ایرانی دیگر که عربی می‌دونست گفت که برای من ترجمه کن. باز همین گوینده گفت که الحمدلله من عربی فارسی نمی‌دونم. اون مترجم گفت که چرا این حرفو میزنی؟ اگر دونستن یک زبان
حرف بدیه. گفت والا از بس که هر چی بدی از فارسی برمی اومده، از همین زبان فارسی، در حالی که اگر بخوایم انصافا نگاه کنیم گروه‌های منحرف از کشورهای عربی فرار می‌کردن، چون که عرب بودن، مردم فکر می‌کردن که اینا اولاد پیغمبر هستن، لذا حرفای اینا رو قبول می‌کردن. این همیشه در طول تاریخ بوده. جاهایی می‌رفتن که مردم بیچاره چی نمی‌دونستن، مثال رفتن قم و کاشان که مردم دیگه کناره کویر بود، یا اومده در هزارجات مناطق افغانستان که اونجا مردم در کوه‌ها بودن. من این سبک در بهائیان دیدم. یک بار در نور، یک شهری از شهرهای مازندران رفته بودم، در جنگل هایی که به هم چسبیده بود من دیدم که دهی هست که مردمش بهایی هستن. باز فهمیدم که آقا این بهایی ها، مبلغین بهایی به نام اسلام میرن تو ده ها. میگه دیگه اونا که بیچاره از دین خود چیزی نمیدونه دیگه، نمیدونه که حضرت بها بگه حضرت علی بگه، لذا کم کم اونا رو نمیشناسه. اینها در همین جاهای دوردست دین خودشون رو پخش میکردن، همین عرب هایی که از کوفه و نمیدونم از بصره اونجا فرار میکردن. به هر حال هنوز آقای شعبک خان از پادشاه مغول که حمله کرده به خوارزم نجات نیافته و شکست هم ازش خورده، عقب نشینی کرده که هزارها بلند شدن، با هزارها هم جنگیده، اونجا هم شکست خورده. این دو شکست و اومده در مرو، اما پادشاه سلحشوری بوده، جنگجو بوده، اومده تو مرو دیگه، یادش رفته دیگه به ایران حمله کنه، اما شاه اسماعیل یادش نرفته که انتقام خودش بگیره. چرا بین اینا نامه ها رد بدل شده بود، اونم به شاه اسماعیل توهین میکرد که اگه مرد هستی بیا من پدرتو در میارم، و نامه هایی که بینشون رد بدل شده شاه اسماعیل بسیار غضبناک کرده بود. شاه اسماعیل دیگه، یعنی اونم به شاه اسماعیل توهین کرده بود و اونم البته به نظرم کار خوبی نکرده بود، به جای توهین بهتر بود عمل کنه. شاه اسماعیل که یک آدمی بود که خدا میدید، در سن 20 سالگی همه فتح و فتوحات کرده بود و مردم برای سجده میکردن، این دیگه این توهینا براش خیلی گران بود و میخواست از شعبک خان انتقام بگیره. حمله کرد به مرو. اول اومد مشهد و حالا مشهد به راحتی گرفت، در حالی که مشهد جزء حکمرانی شعبک خان بود، به راحتی گرفتش و همون بلا رو که سر شهرهای مشهد هم شهر سنی نشین بود. آخرین مسجدشو آقای خامنه ای خراب کرد. در طول تاریخ مشهد دیگه از مراکز سنی‌ها بود، اصلا شیعی وجود نداشت در مشهد. گفتم امام رضا رو سنی‌ها ساختن، سلطان مسعود غزنوی ساخت. یک پادشاه لاابالی بود، شرابخوار بود، پسر سلطان محمود غزنوی، آدم خوبی نبود. این سالونای خود نقاشی‌های غلط کرده بود و به اصطلاح فیلم‌های عکس‌های پورنو که زده بود و آخر عمر یادش اومد که آقا من برم یک قبرم آباد کنم، که مثل که همه کسایی که فساد میکنن آخر میخوان زود به بهشت برن، راه میهن رو از خودشون یک دین اختراع میکنن. قبر امام رضا رو اون درست کرد، اصلا زری رو اون درست کرد، هیچ کس نمیشناخت. به هر حال در طول تاریخ آباد شد و شعبک خانم گفتم همونجا تاجگذاری کرد، همه سنی بودن. و وقتی که شاه اسماعیل اومد همون بلایی که سر بغداد و شیراز و تبریز و اصفهان و یزد و کرمان آورد، سر مشهد هم آورد و عده زیادی رو کشت. منتها حالا دیگه خونریزیش کمتر شده بود. چرا شاه اسماعیل خودش هم کشته میداد، خود شاه اسماعیل هم تو جنگ‌ها کشته میداد دیگه، جنگ خب بالاخره حلوا نبود. منتها عرض به حضورتون که بزرگان میکشت، این مردم عادی رو دیگه به صورت رعیت نگه می‌داشت. بعد از اون طرف مرو رفت. اما من یادم رفت این رو بگم که شاه اسماعیل قبل از اینکه بیاد به مشهد، وقتی که از عراق برمیگشت، در خوزستان ایران یک پادشاهی دیگه بود به نام مششع، پادشاهی مششعیان، که اونجا یک برای خودشون یک حکومتی داشتن. رهبرشون یک آدمی بود به نام، اگر که اسمش من اینجا نوشتم یادم رفت، چرا که به نام سید محمد مششع. این آقا ادعا کرده بود که من مهدی هستم و بودم عرب. اینا عرب هایی بودن که باز از همین بیابانگردهای عرب بودن، فرار کردن اومدن ایران، در هویزه و همین جایی که الان عرب های ایران میشینن. اینها اصلا از کشورهای عربی حمله کردن، نه این است که حضرت عمر اومده باشه اینجا رو اینا گرفته باشن، نه. عرب هایی که در زمان حضرت عمر به ایران حمله کردن که تعدادی نبودن که در همه جای، اونا یک کشور به این فقط ایران نگرفته بودن، که مصر گرفته بودن، یمن گرفته بودن، 100 جا گرفته بودن. اونا اینقدر نبودن که ساکن بشن، همه جا ایرانی‌ها بودن. ابن بطوطه که جهانگرد بزرگ است، از مراکش که حرکت کرد، 30 سال این جهانگردی کرد، به همین شهر هویزه رسید که حالا همش عرب هستن. 100 سال قبل از اینکه این آقای محمد مششع بیاد این شهر بگیره، توی کتاب خودش نوشته که مردم هویزه همه فارس و عجم بودن، یک عرب هم توش نیست. ولیکن بعد 100 سال این مششع اومد و همه فارس‌ها رو کشت و عرب ها نشستن در اونجا و اینها بودن منحرف، یعنی
عقیده به مهدی داشتن و عقیده به این داشتن که مهدی خودش فکر می‌کرد من مهدی هستم. باز پسرش دیگه نمیدونم یک آدمی بود به نام مولا علی، این ادعای خدایی کرد. مولای علی بود دیگه، این که دوستا جنایتکار بود و کشته شد و بعد از اون سید محسن پسر دیگه‌اش پادشاهی رسید. در وقت شاه اسماعیل 70 سال از پادشاهی اینا میگذشت که دو تا برات بچه‌هاش به نام به اصطلاح ایوب و یکی دیگه بود حالا به نام سید علی و سید ایوب، این دو تا پادشاهی داشتن در همین خوزستان هویزه که حالا هر عرب هستن. شاه اسماعیل در برگشت از بغداد از این راه اومد رفت شیراز، از راه خوزستان اینجا رو گرفت، در حالی که اینا جنگ هم نکردن چون که شیعه بودن، اما شیعه‌ای بودن قاطی پاتی دیگه، مثل شاه اسماعیل نبودن. به نظر من مثل شاه اسماعیل بودن، اما چون ادعای مهدیگری داشتن شاه اسماعیل نمیخواست رقیب داشته باشه، لذا مردم نکشت اما این دو نفر رو کشت و باز بچهای خود اینا رو حاکم کرد. یعنی اگر واقعا اینا شیعه نمی بودن شاه اسماعیل از همون قزلباشا کسی رو حاکم میکرد، نه از همین خاندان کسی رو حاکم کرد و 200 سال اینا حاکم بودن در همون خوزستان، ولی که خاندان مششع از بین رفت. اینم یک دلیل دیگه بر این که عقیده شیعه توسط عرب ها به ایران اومده و من به شما خواهم گفت که بزرگترین مصیبت ما حمله شاه اسماعیل نبود، بزرگترین مصیبت ما اومدن آخوندها بود از جبل عامل لبنان که اونام عرب بودن. یعنی تو ایران شیعه نبود، اینا به زور به سر ما آوردن چون که متاع گمراهیشون در کشور عربی طرفدار نداشت. مردم ایران بیچاره رو به زور گرفته بودن و مجبورشون کرده بود. خب حالا بریم سر داستان دنباله داستانی که جنگ شیبک خان است. با من این نکته رو باید زودتر میگفتم ولی یادم رفته بود. در سال 916 شیبک خان، حالا 10 سال از پادشاهی شاه اسماعیل میگذره و 10 سال از پادشاهی شیبک خان هم میگذره. اینها دوتا در مرو با هم روبرو شدن، اما حمله کرده شاه اسماعیل و شیبک خان در داخل قلعه هست. شیبک خان مرد جنگی بود، هر روز میومد بیرون جنگ میکرد ولی زورش نمیرسید. شاه اسماعیل هم فهمید که این آدمی نیست که به راحتی شکست بخوره، کلک زد. و شیبک خان آدم فرستاد که از سمرقند بخارا براش کمک بیاد، محاصره شده بود و شاه اسماعیل ایران میدونست که حالا براش کمک هم میاد و وقت کار خراب میشه، لذا براش یک کلکی زد. گفت که براش یک پیغام فرستاد که آقا در آذربایجان شلوغ شده، من برمیگردم ولی باز بات میبینم. و بدون که منتظر جواب شیبک خان باشه برگشت، اما کلک زده بود. رفت در یک دره پنهان شد، یک 500 نفر رو گذاشت دم مثل تومه برای شیبک خان که اگه این بیرون اومد سر اونا حمله کنه. به اونام یاد داده بود که فرار کنن. شیبک که نگاه کرد که سربازای شاه اسماعیل رفتن، اومد بیرون، دید که این 500 نفر هنوز نرفتن، به اینا حمله کرد، اینا هم فرار کردن. نقشه بود دیگه. وقتی وارد دره شدن که شاه اسماعیل اونجا مخفی شده بود، یک بار به سر اینا ریخت و یک جنگ بسیار سختی رخ داد و شاه اسماعیل تونست 10,000 ازبک رو در اون جنگ بکشه. خود شیبک خان فرار کرد و رفت در یک دره دیگه، محمود آباد جایی بود و در اونجا با 500 نفر که باز اونجا محاصره شد، بالاخره توسط سربازان شاه اسماعیل کشته شد و سرش رو برای شاه اسماعیل آوردن. شاه اسماعیل گفت نه برید جسدش هم بیارید. ببینید توهین و جسدش هم رفتن آوردن. دستور داد که دو تا دست سرش که قطع شده دو تا دستش هم قطع کنن، مثل که گوسفند قطع میکنن، دو تا دستش هم قطع کنن، شکمش هم پاره کنن و به اصطلاح روده مودش بیرون بریزن. باز همونطور خام نپخته به رفقاش گفت و همون سربازاش گفت که اینو بخورید اگه منو دوست دارید. در کتابای صفویان نوشته شده که قزلباشا حمله کردن مثل که کرکس حمله میکنه به لاشخور حمله میکنه به گوشت مرده و میگه به دندان از همدیگه میکشیدن، پاره میکردن و میخوردن. حتی کسایی که نرسیده بودن میخریدن یک تیکه گوشت همین آدم رو و گوشت این رو همه رو خوردن و سرش رو هم دادن به شاه اسماعیل که در اون جام شراب درست کنه. یک دستشو فرستاد به پادشاه مازندران، گفته بود که تو به او گفته بودی که به من دست کمک بده، به پادشاه ازبک. اون دیگه نتونست دست کمک بده، بیا دستش من برات فرستادم. و یک دستش هم فرستاد برای ظهیرالدین بابر که پادشاه کابل بود. گفت پسرعموی تو رو از فرغانه بیرون کرده و از سمرقند و بخارا، بیا من دست تو رو کوتاه کرده، منم دستش رو کوتاه کردم برات فرستادم. و خواهرش هم که در دست شیبک خان بود رو شاه اسماعیل برای ظهیر فرستاد و بین ظهیرالدین بابر و شاه اسماعیل دوستی شد با این کار، چرا که شاه اسماعیل خواهر اینو که در دست اون بود براش فرستاده بود، پادشاه کابل که اصلا پادشاه کابل نبود، پادشاه سمرقند و بخارا و فرغانه بود که توسط پسرعمو شکست خورده بود و کابل رو گرفته بود. حالا کابل و قندهار در دستش بود. و بعد این شاه ظهیرالدین آخر رفت بس طرف
طرف هندوستان و اونجا پادشاهی درست کرد. به هر حال بعد از این شکست عظیم شاه اسماعیل وارد مرو شد و مرو رو همون سناریو رو اجرا کرد. مرو یکی از شهرهای بزرگ ایران بود. هنوزم در مرز ایرانه، سرخس و مرو و اینا. سرخس که توی خاک ایرانه، لب مرزه. مرو یک شهر بزرگ بود. بعد از اینکه شاه اسماعیل قتل عام کرد تا امروز این شهر دیگه نتونست کمر راست کنه و بعد وارد شهر هرات شد، شهر بسیار آباد هرات، و این شهر رو هم به صورت جنایتکارانه به اصطلاح جنایت‌های عظیمی کرد که من بعد از این میان برنامه کوتاه به شما خواهم گفت که این مرد شقی در هرات چه کرد. میان برنامه رو ببینید. صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا الله ورحاب الشام صرخت صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا الله ورحاب الشام صرخت صبرا فطريقي من نيران والحور تنادي بالرضوان أتذكر لما ودعتك يوما فبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الذكرى والأشواق. الله يرضى عليك. قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الذكرى والأشواق. فخرجت لأني أبصر في زمني كفرا يتسلط في الأجواء فحملت سلاحي ورفعت لوائي ومضيت قاتل في الأعداء في الجنة أشدو وأورد وأحدو ورتل آيات القرآن قابل فيها زوجي وبنيها صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا قبل از میان برنامه به شما عرض کردم که شاه اسماعیل خودش وارد شهر هرات نشد. فرماندهاش نجم الدین وارد شهر شد، نجم الثانی به اصطلاح. ولیکن قبل از اون بگم که کشتن شهبک خان به این طریق و توهین به جسدش بازم برای شاه اسماعیل خیلی گران تمام شد. برای شاه اسماعیل نه، ولی برای ملت ایران. چرا که پسراش هنوز پادشاه بودن توی سمرقند و بخارا، عبیدالله خان و ازبک. و بعد اینها تا سالها بلکه تا قرنها تا آخر حکومت صفوی اینها چون که بالاخره توهین به پدرشون شده بود
و میگه توهین کردن دیگه، چون که اینا پادشاه بودن. حالا اگه یک جایی بهشون طعنه میزدن که آقا تو اگه آدم بودی پادشاه پدرتو خوردن، لذا اینا مجبور بودن انتقام بگیرن. شاه اسماعیل چون که یک انسان وحشی بود دور رو نمیدید. من یک بار خوندم در که از این کشورهای اروپایی جنگی گرفت بین آلمانیا بود و نمیدونم انگلیسی‌ها بود و باز این آلمانی‌ها شکست خوردن. وقتی که ژنرال آلمانی رو آوردن، به نظرم اینجور بود، حالا از کدوم کشور بود دقیق نمیدونم، بالاخره این ژنرال شکست خورده که پیش از این ژنرال پیروز آوردن، این بهش توهین نکرد. جمله‌ای گفت که در تاریخ موند. گفت ببین همیشه بهترین ها پیروز نمیشن، یعنی تو بهتر بودی از من ولی من پیروز شدم. اینجوری گفت که همیشه یعنی بدترین ها شکست نمیخورن. منظورش اینه، منظورش یعنی بعد از پیروزی بر اون بهش توهین نکرد. این قانون دنیاست که انسان دشمن خود رو توهین نمیکنه. به هر حال این برای اینا خیلی گرون تموم شد در طول تاریخ. و جنگ ازبک و ایران که انجام شد، غیر از این تنفر شد دیگه از سمرقند، بخارا، خوارزم، اینا همه حوزه فرهنگی ایران بود. اونا گفتن آقا توف بر همین فرهنگ شما هم که حالا به دست صفوی افتاده و اونا از ما جدا شدن برای همیشه. به هر حال وقتی که وارد هرات شد رفتم در مسجد جامع. مسجد جامع هرات رو من دیدم، یک مسجد بسیار عظیمه. من نمیدونم چرا اینو خراب نکرده شاه اسماعیل. و من اونجا که یه دفعه من نشون داده که به توسط یک دوستی رفته بودیم، ما امام مسجد بود یا یکی از کسایی که اونجا بود، حالا من دقیق یادم نمیاد، ما رو مسجد نشون داد. خیلی 400 500 تا اتاق توش بود، عجیب جایی بوده، خیلی بزرگ بود. و بعد به من گفتن که این 10,000 سال است که اینجا جای عبادته، یعنی میگه قبل از اسلام هم جای عبادت بود به گفته اونا. به هر حال سربازان قزلباش شهر وارد شهر هرات شدن. شهر هرات حالا جنگ نمیکنه، شعبک مرده، پادشاهی نیست که جنگ کنه. شهر تسلیم شد. اینا وارد چی شدن و همون خطبه رو دستور دادن که قاضی القضات بخونه. در اون خطبه شاه اسماعیل نوشته بود که بر خلفای ثلاثه و حضرت عایشه لعنت بفرستید. طبعا قاضی القضات دیگه نگفت، اینو باور کردنی نبود براش. این جمله رو همه رو خوند، این چند خط تو جا انداخت. نجم ثانی گفت تو سکی هستی که فرمان شاه رو نمیخونی؟ در همون بابا داره سخنرانی میکنه، بلند شد با شمشیر زد در کمرش نصف کرد، رودهاش در آورد، در سر جمعیت انداخت. باز به زین علی مفتی اعظم شهر گفت، اگر درست گفته باشم، بله، زین الدین علی مفتی اعظم شهر گفت که یلا بیا بخون. مفتی اعظم هم نخوند. چه چیزی اصلا باور کردنی برای کسی نبود. یعنی همه رو خوند ولی به جمله توهین رو نخوند به حضرت خلفا. او رو هم کشت، به جسدش در بین مردم پرتاب کرد و بعد افتاد به جون بزرگان شهر و 70-80 نفر پشت سراشون سر نیزه کرد و وحشت عظیمی در مسجد افتاد. وحشت میکنه مردم، این چه حالیه؟ اومدیم نماز بخونیم یا یه همچین چیز وحشتناکی رو ببینیم؟ باز افتادن به جون مردم، افتادن به جون قبرها و قبر جامی رو خراب کردن، استخوناشو آوردن شلاق زدن و سوزوندن. همین شاعر جامی که این ملت ناسیونالیست ما میگه که نمیدونم شاه اسماعیل به ما خدمت کرد. بابا شاه جسد مرده بزرگان شما رو هم نگذاشته، به شما میگید به ما خدمت کرد. به هر حال هرات که یکی از شهرهای ما بود، بعد از اینکه هر کدوم از این شهرها که بعد از دست ما رفت دیگه تنفرش به ما زیاد شد به خاطر جنایتی که این کردن. من خودم از یک نفری شنیدم که اون از یک پیرمرد هراتی شنیده بود. میگه این پیرمرد هراتی به من گفته که بزرگان ما گفته بودن، هراتی این دوست واسطه به ما میگه که اون پیرمرد هراتی گفته که بزرگان ما به ما گفته بودن که وقت مردن شما از مال شیعه کفن درست کنید که حلال ترین ماله. وقت مردن میگه از، خب این چیزها رو دیده بودن، اینطور فتواها داده بودن. به هر حال هرات هم خراب شد و به دیگه هرگز بعد از شاه اسماعیل رونقی رو که در دوره تیموری داشت و قبل از شاه اسماعیل داشت تا امروز شهر هرات پیدا نکرد. چرا؟ بزرگانش همه فرار کردن، رفتن طرف هندوستان یا سمرقند و بخارا یا عربستان. شاه اسماعیل خودش بعد از 4 ماه وارد شهر شد، دستور داد که زنها لباس رنگی بپوشن و جلوش رقص کنن. حالا هست 24 ساله، یعنی شاه وارد شهر شده و شاه بالاخره شهر قتل عام نشد، اما خداوند برای شهر هرات هم تقدیر دیگری نوشته بود، چرا که شهر دوباره به دست ازبک‌ها افتاد و دوباره که به دست شاه اسماعیل افتاد دست به جنایات بسیار عظیمی زد که در وقتش خواهیم گفت. فکر می‌کنم که وقت برنامه ما رو به اتمامه و تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المؤمنین.
خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما را عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسم همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم.